آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و این چونین سفید کردن دندان ها، این چونین راست کردن دندان های کج شده، دکتر دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در تماس باشید. باید پروردگارتان فرمود مرا چی بخوانید تا شما را اجابت کنم. ادعونی استجیب لکم. هر وقتا که شما اگر الله را بخوانید استجاب میکند خداوند، یعنی دعای شما را قبول میکند. در قبول کردن دعا از جانب خدا دعای بنده ها هیچ شک و شبهه‌ای نیست. برای الله خودش گفت که من دعای شما را قبول میکنم، اون دروغ نمیگه هرگز. الله وعده خودش را وفا میکند. این وعد الله حقا، وعده خدا حق است. میکند دعا قبول دعا میشود، لیکن برای قبول شدن دعا خیلی مرحله ها را گذاشتن در کار است. دعا وقتی از جانب بنده دست بلند میشود، خواهش میشود، همه ملائکه ها این دعا را گوش میکنند. همه ملائکه های آسمان این دعا را گوش میکنند، از جبرئیل امین سر کرده تا تمام ملائکه ها این دعا را گوش میکنند. دعا به مانند عرضه شکایتی است. اگر پیش یک رهبر بخواهی که عرضه بنویسی، این عرضه تا پیش رهبر رفتن از دست چند کاتب میگذرد. اول کاتب ها میبینند که این عرضه داخلش چی نوشته شده است. اگر لیاقت درگاه رئیس کلان داشته باشد که نسرین همون، یعنی مفکوره همون رئیس اگر تغییر ندهد، این را آسا بوده دست همون رئیسی کارخانه میرسانش. لیکن کاتب ها میبینند که بعد سخنهای لو و لعب و شکسته و ریخته نوشته شده است، آیسته هر چی یک طرفش میکند تا که وقتی رئیس ناخوش نکند دیگر نمیرد. این بیچاره عرض دهنده امروز منتظر میشد، فردا منتظر میشد، پس فردا که حاجتش برآورده میشود نمیشود، چون عرضش نرفته است، حاجت نرسیده است. دعا هم به منزله همین است. وقتی دعا میکنی خوش دعا کن، یکم در دعا اخلاص داشته باشه، یقینی ثابت و کامل داشته باشه که آن چیزی که ما میخواهیم الله چی قبول میکند، هر چی میخواهیم. دویم شرط دعا پاکی و پاکیزگی است، یعنی تقوا است. آدمای با تقوا استجاب دعوه هستند، یعنی دعاشون زود قبول میشود. سیوم دعایی که قبول میشد دعای پدر و مادر است. دعای پدر و مادر زود چی قبول میشد، نشکسته و نریخته. و دعای استاد هم قبول میشود، زود قبول میشود، نشکسته و نریخته. و دعای مظلوم هم قبول میشود. اتق دعوت المظلوم. حضرت معاذ بن جبل را وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم امیر یمن کرد، یعنی رهبر یمن کرد و فرستانی، پیش از آن که دعا بگیره که یعنی معاذ بن جبل به کارش برود، رسول نصیحتش کرد. ای معاذ گفت وقتی شهر یمن بری، در یمن گفت مظلوم زیاد است، گفت مظلوم ها را احتیاط کن، دعاشون نگیر، دعای خوبشون نگیر، نه بدشون. این دعوت المظلوم، خودت را از دعای مظلوم نگه دار، زیرا بین خدا و مظلوم حجاب و پرده وجود ندارد. تیری مظلوم نشان رسد زود میرسد. اگر مظلوم کافر هم باشد، اتق الله، از دعای مظلوم کافر هم خود نگه دار. تو نمیدونی که بنده مظلوم کافر است و بیدین است، لیکن چقدر قدر منزله دارد در جای خود چه نمیکنی، فقط ظاهرش میدونی که بیدین است، لیکن قدر منزله که همین مرد نمیدونه در جای خود چی است. به این خاطر خود از تیر نشان رس مظلوم نگه. الله چی گفت؟ وقال ربكم ادعوني استجیب لكم. پروردگارتان فرمود، امر کرد
مرا بخوانه تا شما را اجابت کنم. هر وقت تو دست برداشتی در دعا کردن تکبر نکن، گردن کج داشته باش، گردن کج داشته باش. بعد الله چی؟ دست تو را نابود نمیکنه، چیزی میتید. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الله رب العزت و جلال میفرماید که پروردگار خود را در پنهان و در حالتی گریه و زاری بخوانید. خداوند یاغیان و متمردین را دوست ندارد. چی میگه؟ الله در حالتی پنهانی شبها، در دل شبها بخیر الله کسی صحبت کنه. خدا را در چی؟ دلهای شبها، در پنهانی ها و در حالت گریه و زاری با الله وقت صحبت بکنی، گریه بکن. اگر یک کودک شیرمرد باشد گشنه بماند، نمیتونه که اظهار گشنگی بکند در پیش مادرش، پس گریه شدید بکند. گریه شدید مادرش وادار میکنه که کودک شیر میخواهد، پس سینه‌ش میبرد و درون دهانی کودکش میماند و میمتش سیر میشود، با خم میشود. ما چی خیل عذر خود ما پیش الله بیان کنیم که الله بدونه که ما بسیار عذرمندیم. گریه پروردگارا آب چشم ما را ببین، بریزم قطره اشک که من هستم خریدارش. الله میگه گریه بکن. آب چشم نعمت الله های. اگر این آب چشم پاک شود چشم کور می شود. الله میگه این نعمت ماست، ما در تو به پول دادیم. اگر تو این را بریزانی به خاطر خدا و ترس خدا، دوباره ما این را پولی کلان میتیم میخرم. میگه همینه ای تو با ما میخرم. بریزان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. یک قطره آب اشک، آب چشم روز قیامت دریای عظیم میشود که گناه تو میشوید. یعنی خداوند انسان را با آب چشم خود انسان به شما پاکیزه میکند. خدا را بخوانید در چی؟ در حالت شبها، در پنهانی ها یا در حالت گریه و زاری بخوانید. خداوند یاغیان که سرکشها را میگن، یاغی و باغی و متمردین را دوست نمی‌دارد. متمرد گفته تکبر، سرکشها را دوست نمی‌دارد. هر کی تکبر میکند از رحمت خدا محرومه. تکبر شیطان و بلای عظیم گرفتار کرد که فخرج منها فانک رجیم شد، از درگاه خدا رانده شد. سوره سیون وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعان. این سوره آیت سوره بقره است. سوره بقره آیه 174. ببین چی میگه الله. هرگاه بندگانی من این سؤال خدا و پیامبر میکرد و اذا سألك عبادی، حبیب من محمد صلی الله علیه وسلم، هرگاه بندگانی من از تو درباره من بپرسند بگو من با بندگانم نزدیکم. الله گفت که حبیب من محمد، روز میشه مردم از تو سوال میکنن که خدا دوره یا نزدیک؟ در کجا ببینیم خدا را؟ تو بگو اینی قریب، من با بندگانم نزدیکم، چنان نزدیک هستم که حتی از رگ گردنهاشون هم نزدیک‌تر. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. هر وقتا که اگر دعا میکنن مرا بخوانند، من دعاشون چی؟ میپذیرم. دعا کنن، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت میکنم.